سلام من اومدم با یه ولاگ دیگه. چطورین بچه ها؟ اگه گفتین اینجا کجاست حدس بزنین. بدو بگو ببینم. در وقت تموم میشه. آها نه درسته، اینجا رامسر خوشگله. اینجا دارم میرم کادوی تولدمو بگیرم. پیش گفتم یه ولاگی هم بگیرم. حالا با خودم میبرمتون که شما هم از دیدن خوشگلیاش لذت ببرین. خب بچه ها، ما رسیدیم به این لوکیشن. یه میرزا قاسمی و یه غذای خوشمزه سفارش دادیم و لذتشو بردیم. واقعا غذای بی‌نظیر و لوکیشن عالی بود. خب معلومه که شب تولد آدمم خیلی خاص تموم میشه. اینجا به دعوت یکی از دوستام رفتیم پیتزا بخوریم که خیلی خوشمزه بود. یکی از دوستای قدیمی منو به مناسبت تولدم دعوت کرد به یه رستوران خیلی بامزه و یه پیتزا خیلی خوشمزه ما رو مهمون کرد. اینجا هم از سرآشپزش خواهش کردم که از تهیه پیتزاشون فیلم بگیرم براتون بذارم. همه چیشو خود سرآشپز درست میکرد و واقعا جزو یکی از خوشمزه ترین پیتزاهایی بود که من خوردم و واقعا دوستش داشتم. خیلی مزه خاصی داشت. حالا بچه یه چیز جالب دیگه هم که هست. دوستم میدونست منو میخواد کجا بیاره اما مسیرشو بلد نبود، چشمی بلد بود و ما کل شب رو داشتیم دنبال این رستورانه میگشتیم که بیایم اینجا و تو کل مسیر واقعا با دوستم انقدر گفتیم خندیدیم نمیدونیم چقدر خوش گذشت. واقعا شب خیلی قشنگی برام بود. سلام فسنجون، اینم فسنجون مریپزه که برای مهموناش درست کرده بود. یه چند وقتی بود خیلی دوست داشتم مهمونی بدم و یه سری مهمونامو که خیلی دوست دارم دعوتشون کنم تصمیم گرفتم که این فسنجون خیلی خوشگل بار بذارم. بعد اینجا مراحل پختشی که از شب قبلش داشتم درست میکردم و هی بهش سر میزدم، هی فیلم میگرفتم. اینجا شروع کردم برنج درست کردن، برنج آب کشی کنم. اینجا هم داشتم کوکو بادکوبه درست میکردم. یه کوکو خیلی خوشمزه است. اینم فاینال کار فسنجونم. انقدر بچه ها خوشمزه شده بود باورتون نمیشه.
از عطر و بوش و این شکل شما متوجه میشین دیگه. خب اینجا هم که شب تولدم بود که من دوباره سورپرایز شدم، برام کلی کیک و کادو و شیرینی و اینا اومد. خب شب تولد آدم شب خیلی جذابیه دیگه. من که خیلی دوست داشتم، خیلی اون شب خوشحال بودم. امیدوارم همه شما هم همینجوری تو زندگیتون خوشحال بشین. و سورپرایز، به نظرم سورپرایز خیلی خوبه. هم دیگه رو سورپرایز کنیم دیگه، چیه مگه؟ اینا رو من پختم ها، همشون رو من پختم. اون کوکو بادکوب است دیدی؟ دوستان اینجا بنده سر کارم، دارم کار میکنم. این وسط ها برای شما هم فیلم میگرفتم. هیچ میدونستین من اصلا کجا کار میکنم؟ کسی ازا نپرسیده او تو کجا کار میکنی؟ من تو لوازم تحریری کار میکنم. بچه‌ها اینجا داشتم یه خودکار جدید رو باز میکردم که بذارم برای فروش. خودکاره پاک کندار بود، انقدر خوشگل بودن، انقدر قشنگ بودن، انقدر قربون صدقشون رفتم باورتون نمیشه. خیلی جدیدن چیزای فانتزی و خوشگلی اومده، واقعا خیلی گوگلی هن. حالا وسط این همه بدبختی من دلم کاموا میخواست که شروع کنم به بافتنی. اینا رو گرفتم که باهاشون یه ژاکت ببافم. احتمالا مراحل بافتشو میذارم. اینجا هم تقریبا دیگه بارون شروع کرده بود به بارش تو شمال. اینجا یک شنبه است و اینم ناهار فوری فوتی منه که بعدش میخواستم سریع برم دانشگاه. جی از دانشگاه. بله صبح خروسخون میریم، شب تو این تاریکی برمیگردیم. این هم حیات دانشگاه است دیگه. سلام از روز بعد. اینجا الان روز بعده، داریم دوباره میریم خونه، کلاس ها تموم شده، دارم میرم که کارامو انجام بدم. مریم دوباره شروع میکنه به آشپزی. خب دیگه چیکار میشه کرد؟ خب خدا رو شکر پیازا داره تموم میشه، الحمدلله. اگه گفت این غذا چیه؟
از یه روز دیگه. بچه ها ما صبونه رو زدیم که من برم به یکی از این همایش‌هایی که شرکت کرده بودم برسم. همایشش راجع به هوش مصنوعی بود، خیلی جالب بود، من خیلی دوست داشتم. این مباحث یک ریتم، یک تناوبی رو داره ایجاد میکنه که برای AI هم مهمه. من عرض میکنم مهم هستن، همه رو با هم باز جلوتر جمع‌بندیش رو میکنم. این منظرشه. اصلا اونجوری مزهش اومدیم تو سلفشون کیک و چای خورد. یا منظره سلف بچه ها. استاد در حال تدریس. ولی خب اگه هوا بارونه، اگه بارون روی آسفالت نشسته، یه انعکاس تصویر باید باشه. شفافیت پنجره هاتون رو بتونید شیشه ها رو درست تعریف کنید. این جزء بحث بسیار مهمه. و بحث خب باشه تو نزن یه جوری رو جور کنم. چرا پیدا این و این که گوشی 2%. شارژر نیاوردی؟ تو ماشین داشتم کابلشو نیاوردم. خونم نزدیکه. چقدر نت. برو. یکی از این نمونه کارهایی بود که با هوش مصنوعی تونستیم انجام بدیمش. این فاینالش بود. این از همشون بیشتر یک گل رز خوشگل به مناسبت روز مادر گرفتم و اینم همینطور. خیلی خوشبو بود بچه، واقعا خوشبوه. از گلای مورد علاقه من گل نرگسه. و شب دوباره طوفان شد. طوفان شد. پاییز اومده پی ولگردی. سنگین باشیم رنگین باشیم. اینجا فکر داشتم میافتادم. نه افتادم. خب بریم. وای خیلی قشنگ میزد. اینجا همایش نقد و بررسی کتاب‌های تازه تألیف شده یکی از اساتید بود که با یه سری از استادامون رفتیم و از اجراشون لذت بردیم. من اجرای اون پسری که پیانو میزد و خیلی دوست داشتم.
دوباره داره سیل میاد. از توی یکی از کلاس‌ها فیلم گرفتم وقتی استاد نبود. هم کارای بچه بکنیم چقدر قشنگ کار میکنه. این کوچولو پرنیه یه لحظه ببینید من چی بس؟ اگه تو میتونیم اصلا کم کنیم میتونیم کم نکنیم ولی در سه‌بعدی زیاد مهم نیست اینجا. اگه من بیام بزنم دستور اکسترود و میگه که select object اولی انتخاب میکنم اینتر میکنم و عدد میده مثلا چند کاش که ویو بخوره یوتیوب هم بلاگ دانشگاه شرخم پنچره؟ نه اگه تو نظری نداری اگه نمیخواد تصویرش معلوم باشه watch it too. بلاگ یوتیوب واو I love my dialect. مریم یه جایی بهت بگم امشب دارم میام تهران مامانم هر روشی که فکر میکنی و خواستش پریا نرو تو رو خدا برف داره میاد گفتم ماما اینا رو میگی من بیشتر علاقه من میشم شب میگم من گفت بنزین گرون شده میخواد اعتراضات بشه مشکلی نداری این قراره تو یوتیوب پخش بشه بوس بفرست برای فالوورا سابسکرایب لطفا ساعت نیست یه محیط بسته است. خب ساعت رو کی گفت؟ نه ولی چون سطح یعنی سرفیس پلیلاین یعنی خط ولی پلیلاین یک محیط بسته داره. خب بچه من یه حرکت جالبی که کردم این سری عدس و با عدس کتلت درست کردم تو هواپس که هم یه ذره رژیمی باشه هم دوباره اون رژیمی رو که باید رعایت کنم. البته خوبم شده بود خیلی خوشمزه شده بود. آشپزخونه ترکیده بود یعنی واقعا. دوباره سعی کردم آشپزخونه رو یه ذره مرتب کنم. خیلی کثیف شده بود گاز. خیلی کار داشتم. شروع کردم آشپزخونه رو تمیز کردم. از اونجایی که من عدس و کتلتش کردم گفتم خب این کارو با لوبیا قرمزم انجام میدم و بد نشد ولی شما نکنین. اینم از آخرین روز دانشگاه من و آخر هفته من. تا هفته بعدی و ولاگ بعدی دوستتون دارم. سابسکرایب هم کنین. مرسی. بوس بوس.